توبه این بازگشت به زیر چتر بندگی است. توبه این اظهار پشیمانی و ندامت از خطاهاست. توبه این در رحمت الهی را کفتن و امید نمودن از مهربانی خداوند است. توبه این خود را به ساحل بحر رحمت رساندن است. توبه این تازگی از آلودگی های باطنی است. توبه این مناجات سحرگاهان است. توبه این اشک ریزاندن در تنهایی پیش خداوند است. توبه این سنت پدرمان آدم علیه السلام است. توبه این چپته بازگشت به وطن اصلی امان بهشت است. توبه این اعتراف به ضعف انسانی خود است. توبه این دوش خود را از وزدنی های گناه سبک کردن است. توبه بازگشت به سوی خداست. توبه پدرمان آدم را از هلاکت نجات داد. انا ظلمنا پدرمان آدم و مادرمان حوا علیه السلام بود که بحر رحمت را به جوش آورد. توبه و ندامت یونس نبی علیه السلام را از شکم ماهی بیرون آورد. توبه رستگاری روز جزاست. و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. و ای مؤمنان، همگی به سوی الله تعالی توبه کنید باشد که رستگار گردید. سوره نور آیه 31. توبه شیطان را که دشمن اشدی ما بنده هاست غمگین میکند و میگریاند. توبه امید بستن به خداوند است. در توبه همیشه باز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: عن ابی موسی الاشعری عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. خداوند شبانه دستش را باز می نماید. عادتاً انسان به طرف کسی دست دراز کند گویا می گوید به طرفم بیا یا به سویم بشتاب تا گناهکاران روز را ببخشد و روزانه دستش را باز می کند تا گناهکاران شب را ببخشد. این کار تا برآمدن آفتاب از مغربگاه ادامه دارد. روایت امام مسلم. توبه بازار است که خریدارش کریم و بردبار است، پس به این بازار بشتاب. بازاری که خریدارش شب و روز می گوید توبه کننده هست که توبهش را پذیرم، کسی هست که طلبگار مغفرت باشد تا او را ببخشایم، کسی حاجت دارد که حاجتش را برارم. هر شب و هر سحر این ندا در ملکوت تنین می اندازد. توبه این تلاش برای رضاگی ذات یگانه است. چشمه توبه همه ایز و پی گناه را از دل و دیده ات شستشو می کند و از آن اثر باقی نمی ماند. آفتاب توبه غروب را نمی شناسد تا آن زمانی که آفتاب از مغرب برآید.